حضار محترم ها را رشته سخن به مدیر سامانه تحلیلی علمی و سیاسی اصلاح محمد اقبال صدرالدین داده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار و اشتراک کنندگان این همایش وحدت ملی. وحدت ملی دقیقاً 27 ایون سال 1997 امضا گشت، ولی آن وحدت واقعی که باید تا اخیر پایدار میماند و تا سال 2015 ادامه پیدا کرد. و میتوانیم ما بگیم که وحدت ملی و سازشنامه صلح که امضا گشت، اگرچند که امام علی عبدالرحمن این کار هم کند، ولی این امکان ندارد که یک شخص یک کاری که کرده است این کار کند و بگه که من این کار نکردم. و سال 2015 دقیقاً ماه سپتامبر امام علی عبدالرحمن یعنی با جنازه این صلح و آشتی ملی را با امامتی بدون وضویش یعنی در دادگاه عالی کشور گذاشت و جنازه این صلح خواند. و از صلح دیگر چیزی باقی نمانده است و پس از 2 سال پا را فراتر نهاد و گفت که من اصلا چیزی امضا نکردم، یعنی شما هیچ کس نیستید. من پس این مخالفان و این مردمی که در خارج از کشور قرار دارند و بیش از 2,500 مخالف سیاسی که در اینترپول قرار دارند، یعنی همش مخالف سیاسی هستند آنها، یعنی با هر راه لیست ها و آن چیزهایی که اسامی اشخاصی که کم تاثیرگذار در حیات امروزی کشور هستند، یعنی وارد همه لیست هایی که زیر تعقیب فشار قرار بگیرند، یعنی که این کار همیشه میکنند. و باز هم خوشبختانه امروز سامانه خاور یک خبر را نشر کرد که هر کسی که در همایش مخالفان اشتراک میکند از 5 سال تا 8 سال برای او داده می شود. خوب برای همتون مبارک باشد از 5 سال تا 8 سال یعنی که زندانی شدن و سپاسگزارم. و الحمدلله اگر این حکومتی که میترسد از ما و شما، در همین خود دورتموند، در همین خوب آلمان بیش از 15,000 مهاجر یعنی که از ملت تاجیک قرار دارد در دولت آلمان، که این خودش دلالت کننده بر چی است؟ دلالت کننده بر این است که ما در کشورهای اروپایی آمدیم و پناهنده شدیم از زیر ظلم و فشار یک حکومت دیکتاتوری و یک عائله که 25 سال است و بیش از 25 سال حکومت در دست خودش قرار دارد و حالا هم فکر دادن قدرت به کسی دیگر نیست و باز هم فکر دارد که در همین محوطه عائله خودش باقی بماند. پس در تاجیکستان فعلا یگان صلح وجود ندارد. در تاجیکستان پس از سال 2015 هیچ یعنی صلح و وحدت دیگر در تاجیکستان نبود، اگرچند که اون از سالهای قبلتر شروع شده بود، ولی سال 2015 نقطه تمت و نهایت گذاشتن به این و امسال هم از این صلح و از عملی که انجام داده بود و با اون لااقل یک کمی فخر داشت که من این امضا کردم، امسال یعنی که در جشن وحدت اونا انکار کرد و حتی یعنی شخصانی که در این صلح اشتراک داشتن و سهم اساسی داشتن میتونیم از طرف اگر استاد نوری را مهم یعنی که شخصیتی هستند که خدمت‌های ارزنده کردن، خوب از طرف حکومت تاجیکستان عبدالمجید دوستیوف خود این شخص یعنی با صلاحیت اعلان داشت که من یعنی که هیچ کس نمیتوند خودش چیکار کند بگد که من بیگناه هستم. خب هممون گناه کردیم ولی ما صلح کردیم، ولی امام علی میگم نه من گناه ندارم، من خود کردم. یعنی هیچ کس نمیتواند بگد که من با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سازشنامه امضا کردم. یعنی این تکذیب کردن یک عملی که حکومت خودش انجام داده است خودش دلالت بر یعنی بطلان و دلالت بر یک
یعنی یک چیزی میکند که اون یک شخصیت به موهیت بدنی عمل خودش یعنی که اثبات کرد برای جهانیان. و انشاءالله ما از الله سبحانه و تعالی تمنا داریم که ما روزی که به تاجیکستان وارد میگردیم و این حکومتی که فعلا سر قدرت وجود دارد یعنی از بین می رود و جای این هر یعنی که دولت و هر شخصانی که این حکومت جدید تشکیل کنند و برای یعنی همون سنه که این مرد از حکومت می رود ما همون سنه را سنه یعنی آزادی ملت از این ظلم و استبداد انشاءالله اعلان میکنیم و حتما جای این صلحنامه سازشنامه که امضا شد حتما اون روزی که این مرد از سر قدرت می رود انشاءالله جای خودش میگیرد و از الله امید داریم که هر چیز زودتر ما به وطن بر بگردیم و ما اینجا برای استراحت یا که برای زندگی کردن نآمدیم که همیشه باشیم و برگشتن به وطن یعنی فکری هر روزه ما است که ما تیزتر به وطن بریم. ما یک ممانعت داریم و اون هم این حکومت امام علی است که نمیگذارد که ما به وطن بر بگردیم. اگر که بخواهد که ما به وطن بر بگردیم پس باید اون در سر قدرت نباشد. تا وقتی اون سر قدرت است ما نمیتونیم به وطن برگشت، برای اینکه خائن هرگز از خیانتش نمیموند. یعنی که شخصی که یک بار خیانت کرد حتما بار دیگر باز خیانت میکند و ما از یعنی که این مرد اصلا اطمینان نداریم که این بار دیگر برای ما خیانت نمیکند و اون شخصانی که برمیگردن با اونها یعنی کارهای انجام نمیدهد که خیانت با شخصانی کرد که از اونها میترسید. یعنی استاد نوری بازانو شنونده بودش، مخالفان سیاسی بازانو شنونده بودنش با اینها خیانت کرد. اگه با ما و شما شخصانی که عادیه که میگردن ایران فکر داره با اونها خیانت نمیکنن. پس شخصی که در طینتش خیانت وجود دارد یعنی که امکانی دوباره برگشتن و با اون بار دیگر هم یعنی یک باوری کردن که اون ما را دیگر خیانت نمیکنه، چنین چیزی را ما قبول نداریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.